ورزشگران تاجیک در بازی‌های چهارم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که از 29 ایون تا 6 ایول سال روان در کره جنوبی برگزار شد 4 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 1 برنجی به دست آوردند. ماه ایول باشد ورزشگران تاجیک در اونیورسیاد 27 جهانی تابستانه که در شهر قزوین فدراسیای روسیه 12 روز ادامه کرد شرکت داشتند. منتخب تاجیکستان که اولین بار در اونیورسیاد جهانی با هیئت بزرگ از جمله 45 ورزشگر در 9 رشته ورزش اشتراک نمود، صاحب 5 مدال، 2 نقره و 3 برنجی گردید. تاجیکستان در بین 70 کشوری که صاحبان مدال‌ها شدند قرار گرفت. Дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, прыжки в воду, регби-сеть, самбо, синхронное плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, спортивная стрельба, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, футбол. طبق دستور و سفارش‌های سرور دولت امامعلی رحمان که ضمن ملاقاتش با ورزشگران و کارمندان ساحه 20 دکبر سال 2010 بیان گردیدند، اینچنین برنامه رشد تربیت جسمانی و ورزش برای سالهای 2011-2015 مبلغ‌گذاری ساحه 2 برابر افزون شد. در دایره تطبیق برنامه مذکور و همچنین با تشبث وزارت و اداره‌های دولتی و صاحبکاران فعال کشور در 2 سال آخر در جمهوری با حجم 250 میلیون سامانی 2500 انشاءات ورزشی ساخته مورد بهره برداری قرار گرفت. تنها با مبلغ‌گذاری مدیریت ساختمان انشاءات حکومتی در یکچند شهر و ناحیه‌های کشور ورزشگاه‌های بزرگ در حال ساختمان قرار دارند که بیشتر آنها در سال 2013 به استفاده داده شدند. همچنین لایحه ورزشگاه بزرگ که گنجایشش 50,000 تماشابین است تهیه شده برای ساختمان آن در شهر دوشنبه قطعه زمین جدا گشته است. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همه ساله 10 اوگوست در کشور روز ورزشگران تجلیل می‌گردد. روزهای استراحتی شنبه و یکشنبه در سراسر کشور مسابقات در رشته‌های گوناگون برگزار می‌شود که این عامل به شک بر رشد تربیت جسمانی و ورزش در جامعه سبب می‌شود.